این پنیر پیتزا فقط با 2 قلم آماده میشه. انقدر کش میاد هیچکس باورش نمیشه خونگیه. 2 کیلو شیر خام رو روی حرارت بذارید، اجازه بدید داغ بشه. 12 قاشق غذاخوری سرکه رو توی 2-3 مرحله اضافه کنید. پنیر که دلمه شد توی صافی بریزید و آبشو بگیرید. به آب پنیر 1 قاشق غذاخوری نمک اضافه کنید و بذارید به جوش بیاد. پنیر رو 20 ثانیه داخلش بذارید. از توی آب جوش بردارید، 20 ثانیه داخل آب یخ بندازید. از داخل یخ در بیارید و فشار بدید، آبشو بگیرید. این کارو 5 بار تکرار کنید. آخرین مرحله کامل فشار بدید تا آبش ازش جدا بشه. داخل نایلون بذارید و 8 ساعت بذارید تو فریزر. پنیر رو از فریزر در آوردیم، 15 دقیقه بذارید تو دمای محیط بمونه و بعد رندش کنید. برای تست هم مقداری از پنیر رو میریزم داخل تابه، ببینیم چقدر کش میاد. حتما درست کنید چون هم سالمتره هم به صرفه تر. نوشه جان.